سلام، خوش اومدید به کمپ پریمیر چنل فریم 23. توی این دوره شروع ما همه چیز این دوره رو چی دارم میگم؟ سلام، خوش اومدید به کمپ پریمیر چنل فریم 23. توی این ویدیوها شروع یادگیری برنامه پریمیر رو خواهیم داشت. صفر شروع میکنیم، هیچ پیش مقدمه‌ای از هیچ نرم افزاری لازم نیست. پس شما اگر کسی هستی که میخوای فضای سوشال مدیا رو استارت بزنی، ویدیو رو استارت بزنی، یوتیوبر بشی یا حتی فعالیت تو اینستاگرام داشته باشی، ویدیو صنعتی یا سینمایی کار بکنی، شروع کارت با اینجاست. فقط یه نکته‌ای هست. شما اگر فردی هستی که هدف گذارید موشن گرافیه یا ویژوال افکت های خاصیه، پیشنهاد من اینه که همینجا این ویدیو رو استاپ بکنی و سراغ یادگیری افتر افکت بری که ما قراره یه سری آموزش ها هم واسه اون برنامه بذاریم. ولی اینجا صرف تدوین ویدیوه. یه سری از ویژوال های خیلی ساده تر اینجا انجام خواهد شد. لینک شدن با نرم افزار افتر افکت رو هم ما اینجا خواهیم گفت. سخت استارت زدن اولاش میدونم، ولی نمه با آموزش ها و البته اینکه خودتون تمرین بکنید اون نقطه‌ای که میخواید رو بهش میرسید. پیشنهادم اینه که ویدیوها رو حتما دنبال بکنید و حتما همزمان با این که دارید ویدیوها رو میبینید خودتون هم یه پروژه باز بکنید و با هر ویدیویی که دارید شروع بکنید و اون کارها رو انجام بدید تا با یو آی برنامه راحت بشید و روون بشید و دیگه اون سختی و گنگ بودن اولیه رو نداشته باشه دیگه واسهتون. سختی و مشقت یادگیری رو رسیدن به اون چیزی که دوست دارید راحت میکنه واسهتون. ویدیو رو شروع. قبل از اینکه هر چیزی رو شروع بکنی من یه رونمایی دارم از این که اینجاست. شاید براتون سوال باشه چیه؟ خیلی خودم ذوقشو داشتم که تو این ویدیو بیام و از این رونمایی بکنم. دیدید چی شد؟ چقدر خفنه. حالا البته خروجی فاینالم نیست، ولی از تکنیک پروژکت مپینگ استفاده کردیم با این پروژکتور که خودم باید سعی بکنم که ماسکش بکنم که معلوم نباشه فعلا داره پخش میشه، ولی قطعا خیلی خفن ترش خواهم کرد. ولی گفتم که رونمایی کنم. خیلی ممنونم از سیاوش که تو ساخت این کمک کرد. سیاوش، ویدیو رو اگر که داری میبینی یه چنل بزن و حتما از کارهای خفنی که داری میکنی ویدیو بذار. خب سراغ برنامه بریم و شروع بکنیم. پریمیر رو که نصب بکنید و اجرا بکنید، این فضای برنامه‌ای که برای شما باز میشه. حالا شاید که تو نسخه‌های جدیدتر یه مقدار این یو آی ویلکام پیجش فرق بکنه. نیو پروژکت رو میزنیم. تو پریمیرهای جدیدتر شاید اصلا شروع ساخت پروژه رو از همینجا استارت بزنید. واسه شروع کار ما اینجا یه اسم انتخاب میکنیم. من پریمیر کمپ رو انتخاب میکنم و کریت میکنم. یه مسیرم اینجا باید واسهش انتخاب بکنید که فایل پروژه شما کجا ذخیره بشه. فضای برنامه پریمیر که براتون باز میشه به این صورته. یه سری اینجا ما پنجره داریم که واسه شروع کار من میخوام اینا رو براتون توضیح بدم که چی به چی هست تا شروع بکنیم و بدونید که چه ابزاری رو از کجا پیدا بکنید و چه کاری رو با کدوم یک پنل انجام بدید. خب سمت چپ پایین ما یه پنل داریم، پروژکت و مدیا براوزر کنارش. پروژکت جاییه که شما فایل هاتون رو قرار بدید. هر چیزی که لازم دارید برای ادیت، فیلم باشه یا عکس باشه یا فایل صوتی باشه، توی این قسمت وارد میکنید. مدیا براوزر جایی هست که شما اگر که فایلی رو خواستید که وارد برنامه بکنید، میتونید از روی سیستمتون از اینجا اون فایل رو پیدا بکنید و وارد برنامه بکنید.
راه دیگه‌اش چیه؟ راه دیگه‌اش اینه که شما فایلتون رو از توی فولدر و فایل اکسپلوررتون درگ اند دراپ بکنید توی این قسمت تا نمایش داده بشه براتون. به عنوان مثال من یه فایلی رو از توی فایل اکسپلورر وارد برنامه میخوام بکنم. فایل پروژه قبلیه. 3 تا ویدئوی انتهاییمو انتخاب میکنم و به این صورت وارد برنامه میکنم و میبینید که فایل های من اینجا نمایش داده میشه. با چپ و راست کردن موس روی فایل ها زمان ویدیو به عقب و جلو میره و شما یه پریویوی ازش میتونید که توی این فضا ببینید. ما بقیه پنل ها رو میخوایم توضیح بدیم. یه پنل اینجا داریم تایملاین. شما اون ویدیوتون و فایل هایی که قراره که تو تایملاین ویدیوتون قرار بدید توی این پنجره براتون نمایش داده میشه. من به عنوان مثال یکی از فایل هام رو میکشم و میندازم تو این قسمت تایملاین. میبینیم که خود به خود یه سیکونس برای ما ایجاد میکنه و فایلی که من توش قرار دادم رو هم فایل تصویر هم فایل صدا توی اینجا قرار میگیره. حالا ما یک بار اومدیم و ویدیومون رو کشیدیم رو تایملاین انداختیم و خود به خود یک سیکونسی برای ما ایجاد شد که ویژگی‌هاش منطبق بر ویدیو یا فایلیه که ما انداختیم توش. یعنی چی؟ شما اگر یک ویدیویی بگیرید که 30 فریم باشه و مستقیما اون رو روی تایملاینتون بندازید، خود پریمیر خود به خود سیکونسی رو برای شما ایجاد میکنه که هم سایز با ویدیوتونه و فریم ریتش منطبق بر ویدیو شماست. ولی شاید شما نیاز داشته باشید که یک سیکونسی رو با ویژگی هایی که خودتون میخواید انتخاب بکنید و بسازید. واسه این کار سمت راست پایین پنل پروژکت ما یه ابزاری داریم که نیو سیکونس برای ما ایجاد میکنه. یا اینکه میایم از تب بالا روی فایل و نیو و سیکونس رو از اینجا انتخاب میکنیم که هیچ فرق با هم نداره. توی این پنجره نیو سیکونس که برای ما باز میشه یه تعداد فرمت آماده وجود داره که شما از ما بین اینها میتونید که سیکونستون رو با این ویژگی ها کریت بکنید و ایجاد بکنید. ما به عنوان مثال ویدئویی که الان من دارم کار میکنم رزولوشن فول اچ دی و فریم ریت 25 رو داره. حالا اگر که ما روی همین این پروفایل کلیک بکنیم یک سری ویژگی ها رو اینجا میاد واسه ما توضیح میده. فریم ریتش رو داریم تو این قسمت میبینیم، رزولوشنش رو داریم اینجا میبینیم که چه سایزی هستش، فرمت صدا رو داریم میبینیم که سمپل ریتش رو چی قرار داره، کالر اسپیسش رو داریم میبینیم و تعداد ترک هایی که خود به خود این واسه ما داره ایجاد میکنه. حالا هر کدوم از اینها رو که شما انتخاب کردید میتونید وارد پنجره ستینگش بشید. توی اینجا شما کامل باز دستتون واسه این که هر تغییری که میخواید انجام بدید. ما فریم ریت رو توی این قسمت داریم. شما سیکونسی رو میتونید ایجاد بکنید که شروعش از 10 فریم و تا 60 فریم باشه و تو قسمت ویدیو رزولوشن و اون سایز تصویر رو ما میتونیم که اینجا تغییر بدیم. شما اگر که یک ویدئویی دارید که 4K هست یا میتونید از اون سیکونس پریست ها یک کدوم رو انتخاب بکنید و 4K رو انتخاب بکنید یا اینجا سایزی که خودتون لازم دارید رو به صورت دستی اینجا میتونید که انتخاب بکنید و خود به خود هر عددی که شما اینجا وارد بکنید نسبت تصویرتون رو اینجا بهتون میگه. شاید سالها پیش ما ویدیوهایی که برای اینستاگرام کار میکردیم سایز 1080 در 1080 بود و 1:1 بود تصویر یا همون اصطلاحاً حالت مربعی داشت. کالر اسپیس رو اینجا داریم که حالا یه ویدیوی اختصاصی راجع به این ما خواهیم گرفت و یه پنل صدا و آدیو داریم اینجا و یه گزینه پایینتر ویدیو پریویو هست و اینکه خود برنامه پریویویی که قراره به شما نمایش بده رو چه فرمتی داره خودش استفاده میکنه و اون خروجی لحظه‌ای رو داره با چه فرمتی به شما نمایش میده. و یه چیزی که اینجا خیلی مهمه سر کدک های ویدئوییه
و یه ویدیو اختصاصی هم ما راجع به این خواهیم داشت که من کدک ها رو واسه شما توضیح بدم. ولی یه چیز خیلی کوچیکی که بهتون بگم، شما ویدیوتون هر فرمت، هر کدکی که داشته باشه، خود برنامه میاد و اون فرمتی که شما ویدیو رو فشرده و انکد کردید رو دیکود میکنه. خب حالا اینجا اصلا وارد یه فضایی شدیم که توی فشرده سازی و مالتی مدیاست. صرفا یه چیز کوتاهشو میخوام بگم. تو لحظه خود برنامه داره ویدیو شما رو تغییر فرمت میده تا بتونه نمایش بده و واسه همین گزینه هست که خیلی‌ها پیشنهاد این رو میدن که ویدیوهاتون رو یک خروجی پروکسی ازش بگیرید، لینک کنید توی برنامه و بعداً از اون استفاده بکنید، که حالا بعداً راجع به این صحبت میکنیم. و سیکونس نیم رو داریم که حالا باز دوباره ما اینجا میایم پرمیر کمپ رو میزنیم و سیکونس ما به این صورت میاد و ایجاد میشه توی این پنجره پروژکت. کنار هر کدوم از فایلاتون یه المان خیلی کوچیک میبینید که داره یک توضیحی رو راجع به اون فایلی که اینجا هست میده بهتون. یه علامتی هست که شما هم دارید اینجا میبینید، هم شبیه بهش رو اینجا میبینید که این مربوط به سیکونسه و داره تو پنل پروژکت بهتون اینو میگه که این فایلتون سیکونسه. یعنی اگر که روش کلیک کنید دوبار، سیکونسی که بهاش ساختید واسهتون باز میشه. ولی این فایل هایی که این علامت روش نیست و این علامت صدا هست، صرفا داره بهتون میگه این ویدئویی که اینجا هست صدا داره. حالا من اگر این ویدئوم رو توی این سیکونس بیام و استفاده بکنم، هم رنگ این صدای تغییر میکنه، هم یه علامتی کنارش میاد که به این معنیه که آقا این فایل شما توی یک سیکونسی استفاده شده. یعنی اگر که شما بعدها خواستید که فایل هایی که بی استفاده بودن رو توی پروژهتون پاک بکنید، میگه اینو بهتون که آقا چه فایل هایی رو استفاده کردید و چه فایل هایی بی استفاده مونده. یه نکته ای رو اما اینجا راجع به پنل پروژکت بگیم و اونم استفاده از بین یا فولدر بندی توی خود برنامه است. یعنی ما میتونیم اینجا یه بین ایجاد بکنیم یا همون فولدر، یه اسم واسش میذاریم، مثلا کامرای 1. من میگم که آقا این فایل هاییه که تو کامرای 1 من استفاده کردم. این ویدیو شیفتو که میگیرم سلکت میشه با هم، این 3 ویدیوم کامرای 1 بوده و اینا رو توی این قرار میدم. فقط اینو مد نظرتون داشته باشید که فولدر بندی که اینجا انجام میشه هیچ گونه تغییری در فایل ها و فولدر بندی هایی که رو هاردتون دارید نمیده. سمت چپ پنل تایملاین یه تعدادی خط و شماره گذاری شده است. هر کدوم از اینها یک لایه‌ای از ویدیو یا عکس یا صدای شماست که توی این تایملاین قرار میگیره و این محور افقی که میبینید زمان ویدیویی که داره به جلوتر میره. شما این CTI رو با جابجا کردن تو محور زمان میتونید که جابجاش بکنید و هر زمانی از ویدیوتون رو که میخواید به اون دسترسی پیدا بکنید. پنجره‌ای که اینجا میبینید پروگرام فایل خروجی شما رو توی اون لحظه داره نشون میده. یعنی CTI-تون هر جای ویدیوتون که هست، چیزی که توی خروجی کار قراره که بیننده ببینه رو توی این پنجره میتونید که ببینید. حالا واسه این که من یه مقدار سایز ویدیوم سایز بزرگتری الان ما بتونیم که اینجا ببینیم، این هندل اینجا رو پایین تر میارم. شما هر چینشی که بخواید میتونید که توی برنامه‌تون انجام بدید و اصطلاحاً ورک اسپیس های مختلف واسه خودتون ایجاد بکنید. که قسمت ورک اسپیس ها هم توی ویندو ورک اسپیس و یه تعدادی ورک اسپیس دیفالت خود برنامه داره که اینجا میبینید و همینطور که میبینید من یه تعدادی رو هم خودم ست کردم که حالا آموزش این رو هم بعداً میذاریم. سمت چپ تایملاین یه سری شکل اینجا شما میبینید، یه سری ابزار هست که
پرکاربردترین چیزهاییه که توی پریمیر شما باهاش کار دارید. تولز هایی هست که شما نیاز دارید که با اینها کار بکنید. تولز اولی که اینجا میبینید سلکشن تولز هست، همین این گزینه‌ای که اینجا هستش و با استفاده از این ابزار هر مدیایی که رو تایملاین داشته باشید میتونید که با این ابزار سلکتش بکنید و جابجاش بکنید یا هر کار دیگه‌ای که لازم باشه باشه انجام بدید. میریم سراغ ابزار دوم، ترک سلکت فوروارد. شما فرض کنید که ما این 3 تا ویدئومون رو به این صورت چینش کردیم که یک ویدئومون تو لایه شماره 2 هست و ویدئو سوممون هم تو لایه شماره 1 هست. چی کار میکنه؟ موسمون رو ما هر جای تایملاین که قرار بدیم و روی این ابزار یک کلیک انجام بدیم، هر چیزی که از اون تایم و لحظه رو به جلوتر وجود داره سلکت میکنه. حالا ما همین ابزار رو اگر که بکواردش رو انتخاب بکنیم، همون لحظه به قبل رو هر ویدئویی که وجود داره سلکت میکنه. حالا ما تو همون نقطه بزنیم چه اتفاقی میفته؟ این ویدئوی لایه 2 ما هم در زمان بعد از این لحظه وجود داره، هم در زمان قبل از این لحظه. یعنی شما اینجا رو اگر که یک خط فرضی در نظر بگیرید که من CTI رو گذاشتم، هر چیزی که بعد از این لحظه داره میبینه رو سلکت میکنه و تو ابزار بکوارد هر چیزی که قبل از این لحظه هست رو سلکت میکنه. خب این از این. ما اینجا اول ریزر رو بهتون توضیح میدیم و بعد سراغ ریپل ادیت میریم. ریزر یا همون کاتی که خیلی ها اصطلاحاً استفاده میکنن، کاربردش اینه که هر جایی از ویدیو رو که شما نیاز داشتید که کات بکنید، حذف بکنید یا یه تغییر دیگه‌ای روش ایجاد بکنید و اون ویدیوتون به چند بخش تقسیم بشه، میتونید از این ریزر که حالت تیغ داره استفاده بکنید و روی ویدیو یا هر فایلی که میخواید نگه میدارید و این خطی که براتون اینجا میذاره لحظه ای رو داره به شما نمایش میده که این اتفاق قراره که بیفته. یه کلیک که میکنیم میبینید که این ویدیو ما به 2 قسمت تقسیم شد. حالا من میتونم سلکشن تول رو انتخاب بکنم و ویدیوم رو جابجا بکنم یا با زدن دیلیت ویدیوم رو حذف بکنم و میبینید که این ویدیو ما کوتاه شد و اون چند ثانیه انتهایش رو حذف کردیم. حالا سراغ ابزار ریپل ادیت میریم. ریپل ادیت فرقش چیه؟ شما اگر که با ریزر یه قسمتی از شروع ویدیوتون رو کات بکنید و با سلکشن تول اون قسمت شروعی رو دیلیت بزنید، چه اتفاقی میفته؟ ما یک فاصله این وسط برامون ایجاد میشه. ولی فرقش با ریزر چیه؟ من کنترل زد بزنم. فرقش اینه که ریپل ادیت رو که شما انتخاب بکنید، هر ویدئویی رو که با ریپل ادیت کوتاه بکنید تایمش رو، خود به خود میاد و به نقطه شروع باز برمیگردونه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که همونطور که دیدید هر قسمتی از ویدئو رو که شما کوتاه تر میکنید یا بیشتر و بلندتر بکنید، خود به خود میاد از اون لحظه‌ای که اون ویدیو شروع و استارت خورده میاد و هر قسمتی که شما اضافه بکنید یا کم بکنید کاری میکنه که شروع ویدیوتون باز هم از همون لحظه باشه. چیه کاربردش؟ یه موقع هست که شما چندین و چند ویدیو رو چیدید پشت سر هم و اگر که یه جا رو با ریزر تول حذف کنید، این فضای خالی رو شاید که لازم باشه چند بار بیاید و این چینش رو بیارید به عقب، یا اینکه با ترک سلکت فوروارد همه رو انتخاب بکنید و با سلکشن تول همه رو باز دوباره بیارید به عقب. ولی شما اگر که با ریپل ادیت این کار رو انجام بدید، نیازی به این کارا نیست و ببینید من زمان این ویدیوم رو کوتاه کردم و کل تایملاینم رو تا اون لحظه میاره به عقب تر. خب این ریپل ادیت. یه دونه رولینگ ادیت داریم. رولینگ ادیت چیه کاربردش؟ میگه که
همزمانی که شما دارید این ویدیو رو کوتاه میکنید و این چسبیده به یک ویدیوی دیگه، من زمان اون ویدیو قبلی رو بیشتر میکنم. یعنی چی؟ رو تایملاین الان خوب دقت بکنید جا میفته براتون. من همزمان نیاز دارم که زمان این لایم کمتر بشه و دیرتر شروع بشه و کمی از شروعش حذف بشه، یعنی یه بخشی از اولش حذف بشه و زمان خالی که داره ایجاد میشه با ویدئوی قبلی پر بشه. خب یعنی این کاتی که انجام دادم اصطلاحاً تو جای خوبی اتفاق نیفتاده. من اگر که بیام با رولینگ ادیت جابجاش بکنم، همزمانی که داره اون ویدئوی دوم رو زمان شروعش رو زودتر میکنه، ویدئوی اول رو زمان پایانش رو هم زودتر میکنه که این باعث میشه این وسط هیچ جای خالی نباشه. یکی از کاربردهاش چیه؟ تو اینه که ویدئویی ساختید شما که یک صحنه، یه مصاحبه یا یه فیلم داستانی رو از چند زاویه فیلم برداری کردید و لحظه‌ای که کات کردید ما بین اون دوربین هاتون لحظه خوبی نیست و میگید که آقا فایل های من که سینک شده، همزمانی داره، فقط من لازم دارم که زمانی که این ویدیو زاویهش تغییر کرده و از این دوربین رفته روی اون دوربین تغییر بکنه. یه راهش اینه که دونه به دونه اینها رو زمانش رو جلو عقب بکنید، یعنی اون لحظه‌ای که رو دوربین دوم رفته رو زودتر یا دیرتر بکنید و به نسبت اون ویدئوی اولتون رو هم زودتر یا دیرتر قرار بدید. راحت ترین راهش اینه که شما رولینگ ادیت تو اینجا استفاده بکنید و خیلی راحت همینطور که دارید میبینید تا زمانی که فایلتون زمان داشته باشه. یعنی شما از اینجا به بعد نمیاد این رولینگ ادیتتون. چرا؟ چون ویدئوی اول من 3 ثانیه و 24 فریم بوده و بعد از این چیزی برای نمایش نداره که بخواد از اون تایم بیشتر بشه. خب میریم سراغ ابزار بعدی، ریت استرچ تول. چی کار میکنه این ابزار برای ما؟ یه موقع هست که شما زمان و سرعت ویدیوتون رو قراره که زیاد و کم بکنید. من الان فایل هایی که دارم، حالا همین فایل اول رو بخوایم که ببینیم، 3 ثانیه و 24 فریم. شاید من یک جا لازم داشته باشم که این ویدیوم رو طولش رو بیشتر بکنم. هر چقدر که شما ویدیوتون رو یا فایل صوتیتون رو زمانش رو بخواید بیشتر بکنید، بعد سرعت اون کم بشه. یعنی چی؟ یعنی سرعت و زمان ویدیو یه نسبت معکوس دارن با هم. یعنی اگر که شما یک ویدیو 3 ثانیه داشته باشید و بخواید اون ویدیوتون 6 ثانیه بشه، سرعت اون باید روی 50% قرار بگیره، یعنی با سرعت آهسته تری پخش بشه و اسلو موشن بشه تا اون 6 ثانیه رو براتون پر بکنه. شما اگر که از این ریت استرچ تول استفاده بکنید، روی تایملاین خود به خود با کشیدن انتهای ویدیو میبینید که اینجا داره میگه آقا زمان ویدیوتون چقدر داره افزایش پیدا میکنه، چقدر زیادتر داره میشه و مجموعش چقدره. حالا من اگر که این رو حدودی روی مثلا 6 ثانیه بذارم، میبینید که این فایل من داره خیلی کندتر پخش میشه. یه بار دیگه فایل اصلی رو ببینیم. این فایل اصلیه و این فایلیه که سرعتش کم شده. یا من اگر که روی ویدئوی دیگه بخوام اینو نمایش بدم، خب ریزر تو رو من میذارم و یک قسمت از ویدیو رو من لازم دارم با سلکشن تول این شروعش رو پاک میکنم، این پایانش رو هم پاک میکنم. حالا الان سرعت صحبت کردن منو که دارید میبینید. حالا میام و با این ریت استرچ زمانش رو افزایش میدم و ببینید شاید شکل ظاهریش این باشه که این
زیادتر داره میشه و فکر بکنید که شاید اون یه قسمتی که ما حذف کردیم رو میاره و دوباره داره پخش میکنه. ولی نه، فرقش اینجا توی اینه، شما اگر که سلکشن تول رو بگیرید و این ویدیوتون رو زیاد و کم بکنید، ویدیو بیشتر پخش میشه، زمان بیشتری از ویدیوتون پخش میشه. ولی وقتی با ریت استرچ دارید کار میکنید، همون اون مقدار از ویدیویی که شما دارید رو میاد با کاهش یا افزایش سرعت زمانش رو زیادتر یا کمتر میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که این فایل اولیه رو ما ببینیم، ریت استرچ رو اگر که بگیریم و این رو کوتاه‌ترش بکنیم، میاد و سرعت این رو بیشتر هم میکنه. تو همین قسمت سراغ ابزار بعدی اگر که بخوایم بریم، ریمیکس تول رو ما داریم. ریمیکس تول کارش اینه که واسه فایل های صدایی که شما دارید، یعنی اصلا من الان بیام روی ویدیو بگیرم هیچ کاری انجام نمیده، صرفا روی وایس و صدا داره این کار رو انجام میده. چی کار میکنه؟ سعی میکنه با هوش مصنوعی که خود برنامه داره، که حالا این ورژن ها خیلی اون موقع صحبت AI و اینها نبود، سعی میکنه با شناسایی فایل صوتیتون و یه موزیکی مثلا شما دارید که 30 ثانیه است، لازم دارید این بشه 1 دقیقه، یا نه یه موزیکی دارید که 15 دقیقه است و شما 1 دقیقه میخواید و لازم دارید که آقا این فراز و فرود تو کل کارتون وجود داشته باشه. میاد شناسایی میکنه و قسمت هایی که میتونه تکرار بشه، یعنی یه قسمتی داره که تکرار پذیر، اون قسمت میاد و خود به خود اون قسمت ها رو چند بار تکرار میکنه و اون فایلتون رو طولانی تر میکنه. یا اگر که بخواید کوتاه تر بکنید زمانش رو، میاد و میگه آقا کجای موسیقی میتونه وصل بشه به جای دیگه ای که این فضای بینش رو من حذف بکنم که اون زمان رو کوتاه تر بکنم. واقعا این خیلی دیده میشه، من هر کاری میکنم این ماسکه نمیشه، این ویدیو پروژکتور. خدمتتون عرض بکنم که حالا من الان یه فایل صوتی بیارم که کپی رایت هم نداشته باشه ترجیحاً. حالا من فایل صوتی که اینجا قرار میدم پخشش نمی کنم که یه وقت به مشکل کپی رایت ما بر نخوریم. حالا سلکشن تول رو که میزنیم، میاریمش توی شروع این سیکونسمون، میبینید که زمانش چقدر؟ نزدیک به 3 دقیقه است. حالا من اگر از ریمیکس تول بیام استفاده بکنم و این رو بیشترش بکنم، توی این فرکانس هایی که دارید اینجا میبینید یه قسمت هایی رو به این حالت اومده و یه علامت اینجوری خط مجعد براش استفاده کرده. یعنی چی؟ یعنی این قسمت ها هی پخش شده، یعنی واسه اینکه زمان این صدا رو افزایش بده اومده این یک تیکه رو بارها توی فایلمون قرار داده تا بتونه این زمان رو واسه ما بیشترش بکنه. خب ریزر تول رو که توضیح دادم، میریم سراغ یه ابزار جذاب به اسم اسلیپ تول. شما یه موقع است که یک ویدئویی رو کات زدید و میبینید که اون قسمتی که نیازش دارید و لازم هست یه قسمت دیگه ای از ویدئوه و شما کاتتون رو تو زمان خوبی انجامش ندادید، ولی مدت زمانی که کات زدید همونقدر باید باشه. یعنی چی؟ شما 3 ثانیه از ویدئو رو کات زدید چون تو این قسمت از کارتون نیاز به 3 ثانیه از این ویدئو دارید، ولی خود اون جایی که انتخاب کردید جای خوبی نیست. یه راهش اینه که یک بار دیگه کل ویدئوتون رو باز بکنید و اون قسمتی که لازم داره رو 3 ثانیه ازش کات بکنید و باز دوباره جانمایی انجام بدید. راه راحت ترش همین استفاده از ابزار اسلیپ تول هست. چی کار میکنه؟ شروع و پایان ویدئو شما رو نگه میداره و یه امکانی به شما میده که شما توی این قسمت ویدئوتون رو جابجا بکنید. یعنی زمان ویدئوتون
زمان شروع و پایان اون کلیپتون رو تغییر بدید. یعنی چی؟ شما اینجا میاید و جلو عقب که میکنید تو پنجره پروگرام ببینید میگه که چه زمانی این شروع بشه و چه زمانی پایانش باشه و چه تصویری دارید توی اون لحظات. و شما میتونید دیگه سرپلان و ته پلانتون رو اصطلاحاً تو اینجا خودتون انتخاب بکنید که آقا من میخوام این 3 ثانیه‌ام جلوتر باشه، یه قسمت دیگه ویدیو باشه و این خیلی راحت تر میکنه کارتون. یه ابزار دیگه اینجا داریم به اسم اسلاید تول. حالا این چی کار میکنه؟ میگه که آقا تو همینجوری که این فایلت رو تایملاین جابجا میخوای بکنی، شما یه موقع هست که یه فایلی هست جابجاش میخواید بکنید، یه راه راحتش اینه که سلکشن تول بزنید و این رو یه جای اینجا قرار بدید. ولی صرفاً وقتی این داره جابجا میشه هیچ چیز خاصی بهتون نمیده جز این که سمت راست بالا تو پروگرام که نگاه بکنید میگه این قراره کجا قرار بگیره، یعنی اون فریمی که بعد از این ویدیو قراره پخش بشه از ویدیوی بعدیتون چه فریمی هست. نگاه کنید این همین اون فریمی بود که زمانی که ما داشتیم این کارو میکردیم نمایش داده میشد به ما. این دقیقاً همون فریمه. حالا تو اسلاید تول شما وقتی این رو جابجاش میکنید شروع و پایان اون پلانی که شما انتخاب کردید و دارید جابجاش میکنید تو بالای صفحه نمایش داده میشه واسهتون. واسه همین سینک کردن که چه لحظه‌ای از چه فریمی به چه فریمی بره راحت تر میشه واسهتون. یه موقع است که شما از چند دوربین استفاده کردید و سینک کردید، اون خیلی نرمتر و راحت‌تر این ابزار رو بهتون میده تا اینکه شما ویدیوتون رو جابجا بکنید و با جلو عقب رفتن CTI هی بخواید اینو ببینید که آقا فریم بعدی چیه، فریم قبلی چیه، این به اون میخوره یا نمیخوره، این حرکت 4 بار مثلا فیلم برداری شده و من میخوام تو لحظه‌ای که این یه بشکن زد روی یه پلان دیگم بره و اینکه اون لحظه رو من بخوام که پیدا بکنم سخته واسه من. خیلی ابزار کاربردیه که خیلی جاهایی که چند دوربینه فیلم برداری شده شما میتونید ازش استفاده بکنید، یا اینکه یه حرکت و یه اتفاق رو چندین بار فیلم برداری کردید. خیلی وقتا مثلا توی کلیپ های صنعتی و تبلیغاتی یا موزیک ویدیوها این کار انجام میشه یا حتی سینمایی، تو پلان های سینمایی. خب یه ابزار پن داریم اینجا که رسم شکل رو شما میتونید با این ابزار راحت و آزادانه هر جوری که میخواید انجام بدید و تو انتهای کار یک بار دیگه به اون نقطه‌ای که شروع کردید این شیپتون رو میرسید و روش کلیک میکنید تا این شیپتون کلوز بشه و بسته بشه و خود به خود اینجا یک لایه‌ای رو روی ویدیوهای شما، یعنی یک لایه بالاتر از هر ویدیویی که دارید میسازه و خود به خود ایجاد میکنه که حالا رنگش رو ما چجوری تغییر بدیم، حاشیه و استروکش رو چجوری ایجاد بکنیم تو ویدیوهای بعدی ما خواهیم گفت. یه ابزار از این پایینتر رکتنگل تول رو داریم و اگر که توش بیایم هم رسم مستطیل، دایره و چند ضلعی رو داریم. یعنی شما اگر که با رکتنگل کار بکنید واسهتون یه مستطیل میکشه و ایجاد میکنه که اگر شیفت رو نگه دارید به مربع تبدیل میشه. حالا اگر ما حذف کنم اینا رو میایم رو ابزار الیپس و یه بیزی رو ایجاد میکنه که حالا اینجا هم ما اگر شیفت رو نگه داریم این نسبت 1:1 رو ایجاد میکنه که یه دایره ایجاد بشه و پلیگان که چند ضلعی رو ایجاد میکنه، حالا 3 ضلع تا هر چند ضلعی که شما بگید آقا اصلا من یک 8 ضلعی یک 16 ضلعی میخوام که اون رو هم شیپ ها رو ما بعداً میایم و راجبش صحبت میکنیم.
هند تول واسه یه جابجایی روی ویدیوتون هست. شما شاید زوم کرده باشید با اسکرول و بخواید که یه قسمت دیگه ای رو ببینید و اگر از سلکشن تول استفاده بکنید این میاد و شیها یا لایه هایی که اینجا دارید رو انتخاب میکنه خود به خود و اون جابجایی و تغییر با این اتفاق نمیفته. شما اینجا نیاز دارید که از هند تول استفاده بکنید واسه این که جابجا بشید تو پنل پروگرام رو قسمتی که از ویدیوتون میخواید و لازم هست که نمایش داده بشه. یه شورتکاتی هم داره که راحت تر میکنه کار رو. شما اگر روی هر کدوم از این ابزارها بودید با نگه داشتن کلید آلت و زدن وسط اسکرول، یعنی اون دکمه‌ای که رو اسکرول هست رو اگر فشار بدید میتونید هر جایی که خواستید از هند تول استفاده بکنید و با این جابجا بشید. تولز آخری که ما اینجا داریم تایپ تول هست. روی این که کلیک بکنید هر جایی از صحنه و تصویرتون یک کلیک انجام بدید خود به خود یک لایه تکست اینجا براتون شکل میگیره و شما با تایپ کردن میتونید هر چیزی که لازم هست رو اینجا تایپ کنید و بنویسید. خب خسته نباشید، خوش اومدید به دنیای پریمیر و امیدوارم که این اولین جلسه ما شروع خوبی باشه واسه همتون که شروع کارتون رو هر چه زودتر انجام بدید و وارد این فضای مالتی مدیا و ویدیو بشید. یادتون نره که حتما همه این ابزارها رو باشون کار بکنید و تمرین بکنید همین حالا تا قبل از اینکه ویدیو بعدی رو ببینید تا نرمتر بشه دستتون و ویدیوهای بعدی که از این ابزارها ما قرار استفاده بکنیم توی ذهنتون شکل گرفته باشه. فعلا تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.